تو این قسمت قرار جایی بریم که خاکش هنوز بوی مرگ میده، جایی که سایه دار هنوز روی دیوار ذهن آدمای محله هست. میدونی کجاست؟ میدونی وقتی داری توی شلوغی خیابون شوش یا مولوی قدم میزنی داری روی چی راه میری؟ خوش اومدی به میدان محمدیه، زمین اعدام و سایه ها. اسم من سوگنده و امروز میخوام یه روایت مستند، واقعی و ترسناک از دل خاطرات شهر تهران برات بگم. در آخرین سال پادشاهی محمدشاه قاجار، یعنی سال 1263 قمری، یک دروازه توی تهران ساخته شد به اسم دروازه نو یا دروازه محمدی. این دروازه که توی جنوب محله بازاره، تنها دروازه قدیمی تهران از اون زمان هستش که هنوز پابرجاست و همچنان نقوش شیر طلایی روش به چشم میخورد. در نزدیکی همین دروازه به همین ترتیب میدان محمدیه قرار داشت که در انتهای خیابان جلیل آباد و در جنوب غربی و تقریبا خارج از شهر تهران قرار می گرفت. این میدون یکی از 5 میدون مهمی بودش که تو زمان قاجار ساخته شد. جعفر شهری در کتاب تهران قدیم گفته که در محلی که وسط میدان الان حوض وجود داره، اون زمان یه تپه خاکی بوده که وسطش یه دیوار آجری گردی قرار داشته که بهش میگفتن قاپوق. قاپوق وسیله‌ای بوده که اون زمان مجرمان رو داخلش سر می‌بریدن و همین امر باعث شده بود که اون مکان رو پای قاپوق و به مرور و با حذف یه پاقاپوق نامگذاری کنن. خلاصه که موقع اجرای حکم مردم میریختن دور اون تپه، بعضیا با دعا، بعضیا با ترس، هیجان، نگرانی و تماشا می‌کردن. از من بشنو که قاعده اعدام توی پاقاپوق یه نمایش خالص وحشت بود، نه صرفاً کشتن، یه جشن تاریک و خونالود. همه چیز از زندان شروع میشد. محکوم رو میدادن دست میرغضب، مردی که خودش سراسر ترس بود. شنیدین میگن که مثل میرغضب وایساده بود بالای سرم اینجوری بهم نگاه میکرد؟ واقعا موجودای ترسناکی بودن. میگم موجود چون اصلا شبیه انسان نبودن. با لباس سرخ، خنجر تو کمر، یک کلاه پوستی بلند و سیبیلای درهم، قیافه‌ای که دیدنش باعث میشد مو به تنت راست بشه. بوی خون خشک شده، اصلا بوی ته جهنم میدادن. حالا فکر کنین اینا بابت این کار وحشتناکی که میکردن، بابت اعدام و اجرای حکم محکومین، پول نمیگرفتن، نه حقوق داشتن نه مواجب. فکر میکنین برای کسب درآمد چی کار میکردن؟ درآمدشون همون چیزی بود که از خود محکوم میکشیدن بیرون. اینجا قضیه خیلی دارک میشه، امیدوارم تحمل شنیدنشو داشته باشین. اول یه زنجیر دور گردن محکوم مینداخت، یه زنجیر دیگه هم دور دست و پاش، یه سینی میداد دستش، وسطش یه تشت فلزی، کنارش هم یه خنجر تیز براق. شروع میکرد مجرم بینوا رو میکشید تو بازار، دکان به دکان، آدم به آدم. مردم نگاه میکردن و اون زنجیر رو میکشید و داد میزد حق تیغ، یعنی پول بده که زودتر کشته بشه و کمتر عذاب بکشه. حالا یه سری دلشون میسوخت، پول میدادن که مرگش آسون تر بشه، ولی بعضیا نه، میگفتن کمک کردن یعنی کمک به ظلم. و خب میرغضب اینجا چیکار میکرد؟ گوش یا دماغ متهم رو میبرید یا بعضن از بینیش زنجیر رد میکرد و با اون زنجیر متهم رو شکنجه میداد. حتی بعضن شنیده شده که انگشتای متهم رو میبریده یا حتی چشماشو در میآورده. با فحش و تهدید و تحقیر متهم میکشوندتش تا پای قتلگاه، یعنی همون قاپوق معروف. حتی میگن بعضی وقتا حتی بعد از بریدن سر متهم اونو داخل روغن داغ مینداخته که همچنان بالا و پایین بپره و مرگ راحتی نداشته باشه. خلاصه همه این کار رو انجام میده که بگه که اینجا رحم ممنوعه. گاهی اوقات یکی از نزدیکا میرسید، پول میداد و متهم بیچاره رو نجات میداد. اما اگه کسی نبود، میرغضب از هیچ روش شکنجه‌ای دریغ نمی‌کرد. خنجر رو برمی‌داشت، داخل آتیش می‌کرد، همه جور متهم رو اذیت می‌کرد. پس با این همه، همونطور که گفتم، پاقاپوق فقط یک میدان نبود، یک تئاتر مرگ بود، یک نمایش منظم برای کشتن، برای له کردن آخرین امید تو چشمای آدم. این مناسک شیطانی تا زمان مشروطه ادامه پیدا میکنه. بعد از مشروطه مردم گفتن که سربریدن وحشیانه است، این کار شایسته تمدن نیست. پس قاپوق رفت، دار اعدام اومد. اون تپه خاکی نابود شد، اما جاش یه دیوار ساختن، یه دیوار بلند با سکو، یه چوبه دار و تنابای محکم. و همین بود که اون روزا میدان
به میدان اعدام تغییر نام داد. اما تاریخ آروم نگرفت. اعدام ها رفتن به میدون مشق، اون چوبه دار هم رفت، میدون خلوت شد، اسمش هم دوباره عوض شد، میدون محمدیه. اما یه سوال، خاک این میدون واقعا فراموش کرده اون چیزایی که دیده؟ حالا اما نجواهایی از لابلای دیوارها، زیر کاشی حوض و در گوشه مترو میدان محمدیه همچنان ادامه دارن. سال 92 گزارشی ثبت شد از پیرمردی که گوشه میدان بساط سیگار فروشی داشت. خودشو ناصر واروبیان معرفی میکرد و میگفت که 80 سال سن. به قول خودش بچه خیابون مولوی و بزرگ شده همین محل بود و همه چیزو به یاد داشت. میگفت اون موقع ها میدان هنوز انقدر سر و سامون پیدا نکرده بود و مثل امروز تمیز و مرتب نشده بود و هر چند وقت یک بار محل اجرای حکم قاتلین و محکومین به اعدام بود. این وسط دار همیشه برپا بود و هر چند وقت یک بار یک نفر رو برای اعدام می آوردن. میگه آخرین نفری که اینجا اعدام شد رو یادش هست. مردم زیادی جمع شده بودن و تماشا میکردن. میگه اون موقع جوان بودم و توی مغازه مصالح فروشی کار میکردم. از بالا پشت بوم مغازه صحنه رو کامل میدیدم. اهالی محل اما روایت‌های دیگه‌ای دارن. خانم فروغ، زنی که پشت پنجره خونه آجری نزدیک میدون زندگی میکنه، میگه شبها از دستانداز زیر آسفالت صداهایی میاد، انگار زنجیر میکشن روی سنگ. رضا لوله‌کش بازنشسته میگه یه بار وسط کار نزدیک حوض بوی خون حس کردم. گفتم خوابم، ولی دوباره اومد. میدونی خاک این میدون فراموش نمیکنه و هر شب تو دوراهی ترس و تاریخ دعوتت میکنه که گوش بدی. اما تابستان سال 85 درست زیر تیغ آفتاب تهران قصه دیگه‌ای تو محمدیه اتفاق افتاد. گروهی 7 نفره با دستگاه‌های گنجیاب و سفالیاب زیر بغل پشت کاروانسرای مخروبه نزدیک میدون خونه خریدن و شروع به حفاری کردن تا اونجا گنج پیدا کنن. یه تونل طولانی که از زیر سنگ فرش میدان محمدیه یا همون میدان قاپوق رد میشد و به یه هدف خیالی از گنج قاجار میرسید. روزها و ساعتها کامیونا می اومدن خاک می بردن می آوردن. طوری بود که اهالی محل مشکوک شدن. پلیس کلانتری 116 مولوی رسید و با صدای ضربه های کلنگ و تهویه زیر زمین مواجه شد. اون شب تابستونی پلیس عملیاتی 4 نفرشون رو از جمله حسین میم بازداشت میکنه. تو جستجو سفالهای قاجاری و تجهیزات نور و هوا رو کشف میکنه. حسین میم وقتی بازجویی میشه میگه اگه چند روز دیگه دیرتر گیر افتاده بودیم گنج رو پیدا کرده بودیم. ولی گنج هیچ وقت پیدا نشد. تونل نیمه کاره موند و امروز شاید زیر خیابون شوش و مولوی لااقل یک راه رو داره که پر از خاک تاریخ این محل است. میدونی گاهی یه میدون فقط چند متر خاک نیست، یه حافظه است، یه زخم عمیق که صدای تیغ، طناب و آدمایی که نجات پیدا نکردن رو با خودش حمل میکنه. امروز به اسم محمدیه میشناسیمش، ولی اگه دقیق تر گوش بدی هنوز صدای پاقاپوق از میان خاک میاد. مرسی که تو این سفر تاریک و تاریخی همراه ما بودین. حتما اگر پیشنهاداتی دارین از سایه‌های دیگه شهر، دوست داشتین اطلاعات بیشتری داشته باشین، با ما تو کامنت ها به اشتراک بذارین و نظرتون رو بگین. تا قسمت بعد نظاره‌گر سایه‌ها باش و هرگز فراموش نکن مرز میان گذشته و حال انقدر باریکه که تاریخ همین محله زیر پات زنده میتپه.